جمعه دولتزاده رئیس آژانسی خدمت دولتی در تاجیکستان گفت عین زمان نشر اعلامیه دارایی‌های منصبداران ضرور نیست. در تاجیکستان هر سال 19,000 منصبداران درباره دارایی‌هایشان به دولت گزارش می‌دهند. به گفته جمعه دولتزاده امسال 21 نفر از خدمتچیان دولتی اعلامیه دارایی‌های خود را پیشنهاد نکردند و بنابراین 3 نفر آنها از وظیفه آزاد شده. تأثیر رسانی و جزای انتظامی در نسبت باقی مانده ها ادامه دارد. در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که چرا اعلامیه های دارایی منصبداران نشر نمی شود، او گفت هیچ وقت اعلامیه 21,000 جای 19,000 خدمتچی دولتی رو ما نشر نمیکنیم. چگونه که در تجربه دیگر دولت هست که وقتی که جامعیت تیار شد با وقتی که نشر اعلامیه باعث تفریقه در جامعه نشد ما این مسئله گذاری خواهیم کرد. مسئله دارایی‌های بیش از حد منصبداران، کارمندان مقامات قدرتی و انتظامی در تاجیکستان که با اندازه معاششان قابل قیاس نیست بارها مطرح شده است.